سلام، من روژینم و میخوام توی این ولاگ بهتون بگم روزای جنگ چه اتفاقاتی برامون افتاد. پس با من همراه باشین. یادگاری دارم از خونه میگیرم. شاید برگردیم میگه این شکلی نباشه. نه انشالله که همینجوری آره. تموم همه چی. رویت رو حفظ میکنه. آره. ما برمیگردیم. خدافظ. آخرین نهار تهران تا دیگه معلوم نیست کی برگردیم. به زودی برمیگردیم. حالا منتظر نشستیم که قطار دیگه ساعت 7 سوار شد. بعد از 6 سال میرم شیراز. 5-6 سال نرفتم. امیدوارم همه آدمایی که امروز خبر تخلیه تهران شنیدن تونسته باشن بلیط بگیرن و برن. فقط همین امیدو دارم. مامان حست چیه؟ نمیدونم یه جور غریبیه. نه انگار تعلق به جایی داری. برگشتی شهرتا ولی شهرت نیست انگار. آره. یعنی الان تهران انگار بیشتر شهر خودت میده چون خونه زندگیت اونجا. نشون بده اینو. ببین نشاط چیز سره یا 110 چی؟ نشاط بهتره نشاط ستارخان یا 110 شیراز. تو مایه های نشاط ها خیلی خوب چیده ولی حجمش کمه نسبت به نشاط. اینم که سس داده به همون یه عالمه. نه سایه فصله اونم که سیب زمینی. ساعت فصل کن قیمتش خوبه. شما انقدر گرسنه‌این واسه همین دیگه نمیچینم، ولی شما همیشه ماما سالاده رو بخور قشنگ. مزه سالاد بچگیامونو میده. بچگیامون که نه، بچگی من. نه؟ بچه ها ما غذامون رو خوردیم. اسنپ رو چی زدیم ماما؟ اسنپ و ماکسیمو زدیم. ماکسیم قبول کرد. از اینجا میریم به لار با قیمت چقدر؟ 1,200. بزن بریم. اینجا یه جوری آرومه آدم باورش نمیشه جنگه. آره بابا خیلی ریلکسه. یعنی من اصلا فکر کردم شاید خبر واقعا هم من زدیم. اشتباه کردم از تهران. یعنی من جفت دادم هیچ اتفاقی نیفتاده بوده. این اخبار الکی دوباره رفتم تو گوشیم نگاه کردم که ببینم همچین چیزی وجود داره یا وجود نداشته. تهران بوده یا نه. یعنی اصلا خودم انکارش داشتم که براتون بلیط بگیرم. طرف واقعا خب الان میخوای بریم اونجا کارتون چی میشه؟ میگم اونجا تعطیل شده. مگه میشه تعطیل شده؟ مگه چی شده؟ سیب میخوریم. شب شده دیگه.
آزاد شدم. خوشحالم ننه. ایشالا آزاده قسمت همه اول نباید این چراغ رو روشن میکرد. اون چی بوده این بار؟ وحشت برای ما درست کرد. از کدوم مامان داری چیکار میکنی؟ دیگه رسیدیم به مقصد بچه‌ها. به اتاقم بهمون دادن به همین بزرگی راحت. 2 تا اتاق تازه بهمون دادن. منم همه اینا خوردنیام هم سبد بهم دادن، گفتن بذار خوردنیام تو سبد. ساق طلایی داره، تیتاب داره. چیپس و پفک. در روی خون نشون نمیدی؟ آناناس. اوه با کلاس هم واسه مریض. مجلس آدم. کشک. خب این گفت مامان رو بذاری توی یخچال. خلاصه بچه‌ها این لواشک روژینه. اصلا به خوردن اینو ما نرسیدیم. انقدر که بچه ها استرس داشتین فقط آب میخوردیم. بچه های کرک خب اینا دیگه در طول روزهای آینده باز میکنیم و میخوریم و حال میکنیم ولی حال واقعی کی میکنیم که بگن دیگه میتونیم بریم تهران. من تا وقتی که پیراهن اینجوری نپوشم احساس راحتی نمی کنم. اینم چایی میوهی که مامان دلش میخواست، میگفت گیلاس و جی گز آردی. به به چه ناهاری. اینم تست تدیک. بچه ها خاله محوش چی درست کرده. خاله دست در نکنه. این فسنجونای خاله محوش زبون زده آم و خاصه ها. بعد ببین آره تهدیک تستشو گرفتم. ببین اینم سبزی های ارگانیکه. دیگه چی طلا جان؟ جنگ هم میشه اینجوری بیای اینجوری خوبه. چی؟ اینجوری بیای جنگ زده بشی. روز دومه و این که یک کمی داره یواش یواش میدم. این چرا؟ چون اینترنت قطعه، نمیتونیم دسترسی نداریم. وقتی اینترنت قطعه کاری هم نداشته باشی، خونه هم نباشی که کاری انجام بدی دیوونه میشی. حالا میخوام بریم یه گشتی بزنیم. هوای 40 درجه داریم گشت بچه این نون رگاگ یا توموشی هم بهش میگن جلو. برم برای تستش. اینو بخورم بعد اینم تست میکنم براتون. بچه یه چیز خیلی جالبه، مزه نون رگاگ اینجا با اونی که هرمز خوردم کاملا متفاوته. نه مامان؟ که مزه فرق نداره این؟ خب من هرمز نخوردم. بنده خوردی نه؟ بنده هم خیلی وقت نخوردم ولی به نظرم من
یکم شبیه نینی و اینا یه طعم اونجوری هم میده. حالا شاید به خاطر اینه که مدل مهیاوه‌شون فرق داره. مهیاوه بندر بالا فرق داره خاله. به خاطر همونه. این دومیمه، داخلش تخم مرغ و عسل داره. حالا مشخص نیست ولی ببین تخم مرغ، عسل و پنیر. اینجوری میگیریمشو میزنیم بر بدن. رگادیه به افراد فارسی. باش بریم. 24 ساعت هم باز داشت. باشه. شما دیگه انقدر نون رگاک خورده بودیم که پر بودیم. اینو آوردیم خونه با چای بخوریم. داخلش پنیر این خمیره نمیدونم چیه. گفت شیر عسلی هم داره. ببینی با چایی بخوریم ببینیم چجوریه. خوشمزه نیست. با عرض تأسف. حالمو برداشتم برم همون و آخرین باری که خونه خودمون حموم کردم دقیقا به همین فکر کردم که شاید این آخرین بار باشه، چون میدونی حموم خونه خودت انگار هر جا باشه بهترین جا هم باشه، حموم خونه خودت خیلی راحت تره. ولی دیگه چه میشه کرد، معلوم نیست چند روز همینجوری بگذره. خب وسایل حمومم گذاشتم، ماسک مومو از خونه آوردم. بچه این ماسک مومو خیلی خوبه، واقعا عاشقشم. دیگه آخرشه. دیگه از چیزای روتین پوستی فقط همین دوتا رو برده بودم. موهامم روغن مو فینو رو میزنم، کرم موشم تو حمام زدم، ماسک مو ببخشید تو حمام زدم. روغن مو فینو هم خیلی خوبه واسه موهای من که بلنده. ببینید یه پمپ 2 پمپ کافیه. آروم آروم برس میکشم الان دیگه و بعدش هم خشک میکنم. مهمونی دعوتیم همین الان ما دیگه داریم آماده میشیم. منم موهامو کرلی کردم ولی آرایشم مونده، خیلی هم وقت نداریم. برو باش. به این نامرتب بودن فضای اتاقم توجه نکنید لطفا. بچه‌ها من 2 هفته قبل از این که جنگ بشه به این خانم گفتم بریم ابروامو بردارم. هی دار الان مامان حالا زوده، الان کارم. یه روزش هم که من رفتم جمعه بود، حسن مکتب نمیرفت. بعد جمعه ها باز بود، حالا فکر نکنین تهران جمعه ها بازه. بعد اینکه برای جمعه ها چیز بود تا ساعت 5 بودن، نه تا 5 بودن. من ساعت 5:30 رفتم. من 5:30 رفتم و دیدم از جلوی خودم خانم ابرو، آره جانم، خانم ابروکار داشتن تشریف می‌بردن. جایی که میخوام بریم بعد از چند ساله داریم میریم. یعنی ما همدیگر رو شاید مثلا الان تقریبا 10 سال ندیدیم حداقل. من دیدیم چه حس غریبی داره، نمیدونی مثلا چی باید بگی چی نگی. نمیدونم چندمی که تهران نیستیم، 5 و لباس خونگی نداریم. الان میخوایم بریم بازار رو بگردیم ببینیم لباس خونگی خوب گیرمون میاد یا نه. جوری فرار کردیم که لباس خونگی هم نداریم. با ما همراه باشید.
سلام. امروز میخوایم بریم بازار و میخوایم شما رو هم با خودمون همراه کنیم. البته هنوز من آماده نشدم، ایشون هم در حال آماده شدنن و میخوایم چیکار کنیم؟ یه لباس روژن دیروز خریده بریم اون عوض کنیم. راستی بهمون هم گفتن که شاید شنبه دیگه بتونیم بریم تهران، ولی نمیدونیم. امروز دوشنبه است. خیلی استرس دارم. و اینکه داره یواش یواش اینجا خیلی به ما خوش میگذره. خدای همه امکاناتو داریم، ولی خوش میگذره در اینکه امکانات داریم و آشنا داریم و اینا. در کل دوست داریم برگردیم تهران. هیچ جا اونجا نمیشه. ولی خیلی استرس دارم، میترسم مثلا دوباره بریم تهران و دوباره همون سر صداها و بمب و اینا باشه. نمیدونم چی میشه. شهرته؟ آره نباید تنهاش بذاری. طرفدار تهران. اینجا بازار امام بچه‌ها. ببینیم بازار امام میگن چه شکلیه. بیرونش هم ببینه خیلی سنتی و خوشگله. 3 تا فازم داره بچه‌ها که به ترتیب ساخته شده. اول فاز 1 2 یعنی فاصله داشته، منظورم حالا ترتیبی چی فاصله داشته. تو سالهای مختلف این فازا رو ساختن. این آخریش که الان شما می‌بینید فاز 3 هست. اینجا بچه همون فاز 3 که گفتیم قشنگ‌تره. اصلا آدم تو خونه نشستن نیستیم. بعد اینجا هم که اومدیم اولش فقط به این فکر کنیم، یعنی همینجور که حالا میگفتیم بریم نریم، همش به این فکر کنیم ما چجوری باید تو خونه دووم بیاریم. الان هم میبینید هی یه کاری واسه خودمون پیدا میکنیم، میگیم بریم کافه، بریم بازار که فقط بگذره. یه شامیز اینجا دیدیم دیروز، حالا میخوایم بریم بخریمش. این یقه رو من خیلی خوشم میاد. که میخواییم اگه نظر مثبته اون رنگش هم بپوشم. آره. خب دوتاش خوشگله. والا آبیش هم بهت میاد. آره پاستیلیه دیگه، باحاله. خیلی خوشگله. راستش با من راست نمیدونم. تو نمیخوای برداری؟ به قول افسانه‌ای. خودت کدوم رنگشو؟ من هم صورتی که بیشتر اومده بود. 1.405 برداری. نه دیگه 1.400. به اسم من رفتیم بخریم، ولی بعضی ها هم اون رنگشو زدن تو گوشش. اشکال نداره، به تو میرسه. این رنگه رو من دوست دارم. اینم قشنگ دیدین تو اتاق برو که گفتم بذار بخره. فردا نگشونیز ندارم. جنگ تموم شد، من نگشونیز من دیگه لخت موندم. یعنی مادرای این دور زمانه مادر که نیستن، هوو. خب بچه ها اینجایی که اومدیم اسمش بازار بزرگه. خیلی به نظرم باحاله، چیزای خوشمزه داره. من که خیلی گرسنمه. اومدیم جایی با کلاسا بستنی هم هست. این چه بامزه است. چی داره؟ اینا ناتالا. بچه رفتم همین جایی که بهتون نشون دادم. چی سفارش دادم؟ اسموتی انبه. یه 5 دقیقه وایستادم، همش نگاش کردم، گفت که ببخشید خانم انبه نداریم. گفتم اوکی. نداشته باشن خیلی عرفه. همون. و بهش گفتم که خب استوایی چیه؟ گفت که انبه داره و پشن فروت و آناناس. بهش گفتم خب یعنی انبه نداری پس این نمیشه. گفت نه اینا پکش متفاوته، استوایی رو داریم. بعد دوباره 5 دقیقه وایستادم، گفت ببخشید خانم. گفتم بله. گفت استوایی هم نداریم. نه خب پس پولمو بده. عادیه. چرا آخه؟ کیت کت این جوسه. همین دو تا فقط. من کیت کت. خب من کم بریز تو 2 تا ظرف بریز.
منم شکلات ریختم دیگه چون تمام بستنی کیتکت. نظرت چیه؟ واقعی بگم واقعی بگو. پس همیشه خیلی بامزه. من باید نمیدم. ببخش. نه تو سوسو فکرم بد زدی. بچه این چای کرفا خیلی خوشمزه است. می‌بینی اینجوری ساشه‌ایه چنده؟ اوه قیمتش هم خوبه 16 تومن. این باهله. این چیه؟ این فکر کنم زنجبیل باشه. کلاً خوبی جنوب و لارو اینا اینه که همه چی خارجی گیر میاد. چی خریدم؟ این خوبه مامان. اون با هسته است تا مامانا. اینجوری میخوای بگیری یا ببینی چه جوری هستن؟ این چند بود؟ نه با هسته. خب با هسته چنده به هسته؟ ببین پس 798. نه بابا دیوونه ریاله. پس 798. بسکویت بچگی های من نوستالژی خیلی دوستش دارم. عاشق این شکلاتم خیلی کم گیر میاد. بچه این پلوپان داره من وقتی مدرسه میرفتم خیلی میخوردم. بعد از اینا میخوام بگیرم. اگر تو اینستا دیده باشین خیلی اینا معروف شده. این واسه بچه بزن بسیدن نالاش بستنی میذارن. این همون که بستنی میذارن میخوام بگیرم تست کنم برای خرید امروز رو با چوب شور که عشق بچگی من تموم میکنیم. تو ویدیوهای بعدی میبینیمتون. دوستتون داریم.